سلام به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من سحر هستم و اینجا درباره کتاب‌ها حرف میزنم. خب خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم که حال همگیتون عالی باشه. توی این ویدیو من میخوام کتابایی که پاییز امسال خوندم و بهتون معرفی کنم و یکم در موردشون با هم دیگه حرف بزنیم و چند تا از فیلم‌های خوبی هم که دیدم و خیلی مختصر بهتون معرفی کنم. راستش من از برنامه مطالعه خودم یه مقدار عقبم، به خاطر اینکه تصمیم داشتم که تا آخر پاییز کتابای مکتب رمانتیسم رو تموم کنم، اما همونطور که توی ویدیوی معرفی کتابای تابستون گفتم، من کلا وقتی که مهر ماه میشه و دوباره باید برم سر کار، یه مقدار برنامه زندگیم به هم میخوره و میزان مطالعه‌ام میاد پایین. هر سال همینطوره. به خاطر همین اون چیزی که توی ذهنم بود نشد، اما خب اشکال نداره. عوضش کتابای خیلی خوبی خوندم که واقعا ارزش بعضیاشون از چند تا کتاب بیشتره. با این قول بزرگ شروع کنم. اول بینوایان اثر ویکتور هوگو. از بینوایان تقریبا 500 خورده صفحه خوندم، ولی تا همه اینجاشم واقعا عشق کردم باهاش. خیلی کتاب غنی و پرمغزیه، خیلی زیاد. یعنی اون اقتباس‌های کارتونی که توی کودکی و نوجوانی از بینوایان میدیدیم و کلا بذاریدش کنار. بینوایان یک دنیای دیگه است، اصلا دنیایی از تاریخ و سیاست و مسائل اخلاقی و اجتماعی که واقعا تبدیلش کرده به یکی از پرمغزترین کتاب‌هایی که تا الان خوندم. با اینکه میگم کامل نخوندم هنوز، تقریبا شاید 1/4 رو خونده باشم، ولی تا همینجا هم کلی اطلاعات به من داد. در اصل این کتاب هم به شما اطلاعات میده و هم نیاز داره که یک مقدار اطلاعات پایه‌ای از قبل خودتون داشته باشین. اگه داشته باشین بهتر متوجهش میشین. ویکتور هوگو تو این کتاب خیلی از انقلاب کبیر فرانسه و از ناپلئون دفاع میکنه. حالا نه به این عنوان که سلیقه شخصیش یا حالا صرفا آدم مورد علاقش باشه. ناپلئون روح رمانتیک قرن 19 و تجسم اون رویای آزادی و برابری و شکوهی که فرانسوی ها داشتن و ویکتور هوگو یه جورایی میخواد نشون بده که انگار با شکست خوردن ناپلئون و کنار رفتنش انگار که اون رویای آزادی و برابری هم به همراهش رفت و دیگه توی فرانسه و شاید توی جهان دیگه خبری از اون آزادی و برابری نیست. خیلی واقعا کتاب خوبیه، توصیه میکنم حتما بخونش. اصلا نمیدونم چرا این حرف زدم، نیازی نداره بی‌نهایت من بگم کتاب خوبیه. بخونیدش دیگه، حتما بخونیدش. من وقتی که کتابو تموم کردم، اگر واقعا در وجود خودم ببینم که میتونم برای همچین کتاب عظیمی ویدیو جداگانه درست کنم، حتما درست میکنم. در غیر این صورت هم که به همین اکتفا کنید که بخونید بینوایان رو، بخونید حتما. از اونجایی که خوندن بینوایان خیلی از آدم انرژی میبره، من از یه جایی به بعد بیخیالش شدم. گفتم بذار فعلا یه چند تا کتاب کوچیک‌تر و ساده‌تر بخونم که بتونم اون لذت تموم کردن یه کتاب رو بچشم، بعد با حالا انرژی بهتر و بیشتر برم دوباره سراغ بینوایان. به خاطر همون چند تا کتاب کوچیک‌تر خوندم. یکیش این بود، آرایش دشمن اثر امیلی نوتون، نشر چشمه، ترجمه مارال دیداری. این کتاب خیلی کوتاهه، خیلی هم سریع تموم میشه. من فکر کنم تو یه نشست یا 2 تا نشست خوندمش حداکثر. کلا گفتگوی 2 نفره که توی فرودگاه نشستن، دارن با همدیگه صحبت میکنن. اولش این گفتگو به نظر شما ممکنه که خیلی غیر طبیعی برسه، بگین خب این برای چی این آقا اومده داره با یکی صحبت میکنه، چی از جونش میخواد، معنی حرفاش چیه. اما کم کم متوجه یه سری نکته ها میشین و در نهایت پایان کتابم که اون گره اصلی باز میشه و شما متوجه میشین که کلا قضیه چی بوده. راستش من کتاب اون قدری که انتظار داشتم شگفت زدم نکرد. با اینکه میگم پایانش یه غافلگیری و پلات تویست خیلی خوب داره، اما همونم من راستش تونستم حدس بزنم. از تقریبا همون شاید 1/3 اول کتاب تونستم حدس بزنم و برای من دیگه اون غافلگیری لازم رو نداشت. اما میدونم که خب خیلی دوست دارن این کتاب و خیلی نظرات مثبتی در موردش خوندم، به خاطر همین توصیه میکنم. فکر میکنم که کتابیه که اکثر آدم خوششون بیاد، ولی خب سلیقه من خیلی نبود. حالا برگردیم دوباره سراغ رمانتیسم و کتاب بعدی که فکر میکنم بعد از بینوایان
مهمترین کتابی بود که توی پاییز خوندم کتاب اعترافات یک کودک زمانه اثر آلفرد دوموسه بود. این کتاب اگه یادتون باشه من قبلا آنباکسینگش رو گذاشته بودم و همون موقع بهتون گفتم که فکر میکنم خیلی از این کتاب خوشم بیاد. دقیقا هم همین دعا شد و واقعا لذت بردم از کتاب. حالا الان نمیخوام خیلی تحلیلش بکنم، بیشتر میخوام اون زمینه‌ای که باعث شده این کتاب نوشته بشه رو در موردش توضیح بدم. برای اینکه شما بتونید درک بهتری از این کتاب داشته باشید باید با مفهوم بیماری قرن آشنا بشید. بیماری قرن جریانش چیه؟ جریان اینه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه و به دنبال اون حالا به قدرت رسیدن ناپلئون و پیروزی‌های پرشماری که داشته، اون ارزش‌های سنتی مثل اشرافیت و مذهب کم کم زیر سوال میره و ارزش‌هایی مثل آزادی و برابری و عظمت و شکوه و اینها میاد جایگزینش میشه. اما بعد از اینکه ناپلئون شکست میخوره و کنار میره، جوونا به خودشون میان و میبینن که دیگه نه به اون ارزش‌های گذشته اعتقاد دارن مثل همون اشرافیت و مذهب و دیگه نه اون امیدی که به آینده داشتن وجود داره و ناپلئونی که مظهر اون امید بود هم دیگه وجود نداره و باعث میشه که یک سرخوردگی بهشون دست بده و بین گذشته و آینده در واقع گیر بکنن. این وضعیت، این سرگردانی بین گذشته و آینده رو بهش میگن بیماری قرن. حالا شخصیت اصلی این کتاب هم دقیقاً به بیماری قرن مبتلاه و مونده بین اینکه باید به عشق و ارزش‌های اخلاقی پایبند بمونه یا اینکه نه صرفاً راه عیاشی و خوشگذرونی رو انتخاب بکنه. در اصل انگار آلفرد دوموسه داره با استفاده از این شخصیت اون سرگردانی و بحران اون نسل رو به ما نشون میده. کلا ناپلئون و مکتب رمانتیسم اصلا یک ارتباط ویژه‌ای دارن با هم دیگه. توی معرفی بینوایانم اگه دقت کرده باشین من اسم ناپلئون رو آوردم و کلا اسمش اصلا میاد توی خود کتاب. حالا اینجا اسمش مستقیما نمیاد اما اون زمینه هایی که باعث شدن که این کتاب نوشته بشه کاملا رد پای ناپلئون توش مشخصه و کلا توی مکتب رمانتیسم که حالا من ویدیوی معرفیش هم قبلا گذاشتم، تو اون ویدیو هم من اشاره کردم که چقدر ناپلئون و کلا انقلاب کبیر فرانسه توی شکلگیری این مکتب تأثیر داشتن و جالبتر از همه اینها اینه که حالا کتاب محبوب خود ناپلئون هم رنج‌های ورتر جوانه که خودش اصلا زمینه ساز پیدایش مکتب رمانتیسم و آثار رمانتیک بعدی شده. خیلی این ارتباط پیدا کردنش برای من جذاب بود و شاید این چیزی که میخوام بگم یه مقدار براتون بی ربط به نظر برسه اما حالا دارم میفهمم که چرا الگوی راسکولنیکوف قهرمان جنایت و مکافات هم ناپلئون بود. حالا اصلا نمیخوام به هم دیگه شبیه کنم و دو تا دنیای متفاوتن، اون اصلا میره سمت رئالیسم دیگه، ولی از کجا معلوم؟ به هر حال ادبیات همینه دیگه، پله پله روی همدیگه شکل میگیره و شاید راسکولنیکوف هم به نوعی در زمانه خودش یک بیمار قرن باشه، حالا در اون جهان فلسفی خودش در یک حالت روسی شده و در تقابل بین قدرت و اخلاق برخلاف اکتاو قهرمان اعترافات یک کودک زمانه که در تقابل بین عشق و آزادیه. این ارتباط رو پیدا کردن خیلی برای من شیرین بود توی این چند تا کتابی که خوندم. خلاصه خیلی از بحث دور نشیم، اعترافات یک کودک زمانه رو حتما بخونید. من واقعا خیلی متاسفم که کتابی به این ارزشمندی اینقدر کم خونده شده. کتاب من الان مثلا چاپ 4 در حالی که تیراژش هم 500 نسخه است فقط، یعنی خیلی خیلی کم خونده شده این کتاب و اصلا من خودم ندیدم جایی معرفی بشه در موردش صحبت بشه و واقعا حیفم میاد دیگه. به جای این همه کتاب‌های ترندی که حالا خیلی ارزشی هم ندارن، این کاش یه مقدار به این کتابام بیشتر توجه بشه. من حتما براش ویدیوی جداگانه میگیرم، خیلی مفصل‌تر در مورد داستان و تحلیلش حرف میزنم، ولی شما هم قول بدین که حتما اون ویدیو رو هم نگاه بکنی چون اینجور ویدیوها معمولا بازدید کمتری میخوره. کتاب بعدی که خوندم کتاب نقاشی دلپذیر اثر مارسل امه بود. این کتابم اتفاقی تو کتاب فروشی انتخاب کردم ولی از این یکی واقعا خوشم آمد، خیلی کتاب خوبی بود. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته که اروپا دیگه به هر حال با
بحران اقتصادی و کمبود منابع طرف شده، حالا توی این شرایط یک نقاشی پیدا میشه که نقاشی هایی میکشه که خاصیت سیر کنندگی دارن. یعنی هر کس به اون نقاشی ها نگاه میکنه احساس میکنه که یه وعده کامل غذا خورده. حالا تصور کنید که چه بلبشویی راه میفته توی این شرایط. مردم هجوم میارن به سمت نقاشی های این آدم، کلی قیمت نقاشی هاش بالا میره، دولت شروع میکنه سوء استفاده کردن و یک شرایط عجیب و غریبی خلاصه پیش میاد. خیلی تمثیل جالبی استفاده کرده به نظرم این نویسنده و یه جورایی هنر که همیشه به عنوان غذای روح شناخته میشه این بار برعکسش میکنه، تبدیلش میکنه به غذای جسم و انگار میخواد بگه که هنر تا وقتی که غذای روحه کسی بهش توجه نمیکنه، ولی وقتی تبدیل میشه به غذای جسم همه هجوم میارن به سمتش و شروع میکنن ازش سوء استفاده کردن، از دولت بگیر حالا تا قشر عادی جامعه. خیلی فضای جالبی داره. اولش خیلی بانمک شروع میشه، فکر میکنی که یک ایده ساده طنزآمیز فقط، ولی هرچی جلوتر میره عمیق‌تر و دارکتر میشه تا اینکه آخراش اصلا تقریبا میتونم بگم یک حالتی شبیه به کتاب‌های پادارمان شهری پیدا میکنه. خیلی شیرین بود واقعا، من خوندنشو حتما بهتون توصیه میکنم. در یک کلام میتونم بگم که این کتاب در باب ارزش واقعی هنر و هنرمنده. به خاطر همین فکر میکنم اگر دور و برتون هنرمندی سراغ دارید، حالا نقاش باشه، مجسمه ساز باشه، هر چی باشه فرقی نمیکنه، حتما از این کتاب لذت میبره و میتونی که این کتاب رو بهش هدیه بدید. کتاب بعدی که تمومش هم نکردم متاسفانه، رنه اثر شاتوبریان بود. این کتاب میبینید که خیلی کم حجمه، تازه از اینم کم حجم تره، چون نصفش تقریبا توضیحاتیه که در مورد نویسنده داده شده و نصف دیگهش خود داستانه. با این وجود من نتونستم بخونمش، یعنی اون قسمتی که در مورد نویسنده بود و خوندم، بعدم نبود، به هر حال اطلاعاتی بهم داد و خوشم آمد، اما خود داستان من اصلا نتونستم جلو ببرمش، چون که یک حال و هوایی داشت و میدونستم داره به یک سمت و سوی میره که من خوشم نمیاد از اون سمت و سو. حالا بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. اینجوریه، من نتونستم تمومش کنم و فکر میکنم که حالا خود فیزیک کتابم از دلایلی بود که نتونستم تمومش کنم. کاغذاش یک جنسی داره، میبینید خیلی ضخیمه و اصلا خود کتاب راحت باز نمیشه، خوش دست نیست، یه سری ایرادای نگارشی داشت. مجموعه اینا باعث شد که اصلا دلم نخواد که این کتابو بخونم و تصمیم گرفتم که بذارمش کنار. میگم کار سختی نبود برام که بخوام بخونمش، چون خیلی کوتاه بود، اما دلم نمیخواست واقعا بخونمش. حالا نمیدونم، شایدم بعدا خوندم تمومش کردم. به هر حال اینم بگم که میدونم که این کتاب شاهکاریه، این داستان خیلی شاهکاره و خیلی جریان ساز بوده. اصلا قصدی ندارم که بخوام توهین بکنم، ولی من خوشم نیامد، سلیقه من نبود متاسفانه. کتاب بعدی که خوندم و براش ویدیو هم درست کردم شب‌های روشن است، فئودور داستایوفسکی بود. این کتابم بهتون گفتم تو اون ویدیو که برای بار دوم خوندم بعد از چند سال. دلیلش هم این بود که فیلم شب‌های روشن فرزاد معتمن رو دیدم که از این کتاب گرفته شده بود، خیلی خوشم اومد و گفتم دوباره بیام این کتابو بخونم. خوندمش و برای بار دومم باز ازش لذت بردم. یک عاشقانه لطیفه در مورد زندگی مردی که با یک دختری وارد ارتباط شده به تازگی، اما خب نباید عاشق اون دختر بشه. خیلی داستان جذاب و گیرا و لطیفی داره. اگر که هنوز این کتابو نخوندید بهتون توصیه میکنم که حتما بخونیدش. و کتاب آخری که خوندم کتاب مجموعه داستان‌های الکساندر پوشکین به ترجمه ناهید کاشیچی بود. توی ویدیوی معرفی کتابای تابستونم من این کتابو نشون دادم، اونجا گفتم که فعلا 2 تا از داستاناشو خوندم، اما تو پاییز دیگه کامل تمومش کردم و خیلی خوشحالم از این بابت که از پوشکین به عنوان پدر ادبیات روسیه یه مجموعه داستان خیلی خوب خوندم و خیلی بیشتر باش آشنا شدم. پوشکین واقعا نثر خیلی ساده و لطیفی داره
و خیلی مینیمال مینویسه. اصلا از اون پیچیدگی‌های داستان‌های روسی واقعا خبری نیست توی این کتاب. نه توصیفات طولانی داره، نه از لحاظ فرم پیچیده است، اما در پس همون سادگی خودش یک عمق و ظرافتی داره که باعث میشه که توی ذهناتون باقی بمونه. شخصیت‌های عادی خلق میکنه، اما با استفاده از همون شخصیت‌های عادی مفاهیم عمیقی مثل شرافت و انسانیت و عشق رو به تصویر میکشه توی داستاناش یه جوریه که وقتی که میخونید آخرش یک لحظه درنگ میکنین با خودتون و تو فکر میرین و حال هوای ویژه‌ای داره. از این بابت اینو قبلا گفتم، بازم بهتون میگم که اگر دوست دارید که با ادبیات روسیه آشتی بکنید و حوصله اون رمان‌های سخت و پیچیده رو ندارید، کاملا میتونید با این مجموعه داستان‌های پوشکین شروع بکنید، به خاطر اینکه در عین حال که یک ادبیات خیلی جدی و عمیقه، اما خیلی هم ساده و خوشخوانه. من پاییز امسال چند تا فیلمم دیدم که حالا نمیخوام همشو معرفی کنم که براتون خسته کننده بشه، اما اون چند تایی که به نظرم بهتر بودن و خیلی مختصر در موردشون توضیح میدم. اونی هم که فکر میکنم از همه بهتره رو میذارم آخر میگم. اولیش فیلم فرزندان بشر بود که داره توی آینده اتفاق میفته و یک شرایط پیش اومده که خانوم‌ها دیگه نمیتونن باردار بشن. حالا تو این شرایط یک زن به طرز معجزه‌آسایی باردار میشه و حالا باید ازش مراقبت بشه که اون امید بشر در واقع حفظ بشه. من کلا به فیلمایی که فضای اینطوری آخر و زمانی دارن خیلی علاقه دارم. از این فیلم هم خوشم آمد، توصیه میکنم که ببینینش حتما. فیلم بعدی فیلم مریخی بود که در مورد یه فضانوردیه که توی یک مأموریت به مریخ یه حادثه‌ای براش اتفاق میفته و همراهانش فکر میکنن که این تو اون حادثه مرده، در صورتی که زنده مونده و دیگه باید توی مریخ تک و تنها برای خودش زندگی بکنه، برای بقا بجنگه تا اینکه شاید چند سال آینده یک مأموریتی اتفاق بیفته و کسی بتونه بیاد نجاتش بده. اگه به فیلمایی که با موضوع بقا هستن و با موضوع فضا و کهکشان و اینها هستن علاقه دارین، حتما از این فیلمم لذت میبرین. فیلم بعدی فیلم ایرانی پیرپسر بود که خب در مقایسه با خیلی از فیلم‌های خارجی که تو این فصل دیدم نمیتونست تو لیست بهترین ها باشه، اما خب دست گذاشته بود رو نقطه ضعف من. از برادران کارامازوف الهام گرفته بود و خب چی از این جذاب‌تر. فیلم موقعی که تموم میشه توی تیتراژ پایانیش یک لیستی ارائه میده از کتاب‌ها، نمایشنامه‌های مختلف که از اینا اومده اقتباس کرده. من برادران کارامازوف رو کاملا در حین دیدن فیلم خودم متوجه شدم. خیلی مشخص بود برای کسی که کتابو خونده. یه سری دیگه از منابع هم کاملا پس ذهنم می اومدن، مثل رستم و سهراب، مثل داستان ضحاک که اصلا واضح مستقیم بهش اشاره میکنه. شخصیت حسن پورشیرازی خالکوبی داره پشتش از ضحاک، ادیب شهریار، اینا تو ذهنم کاملا می اومدن، اما برادران کارامازوف خیلی بولد بود و فکر میکنم اصلا بستر اصلی که ازش اقتباس کرده بود برادران کارامازوف بود. مخصوصا اینکه شخصیت حامد بهداد که توی کتاب فروشی کار میکنه توی این فیلم یه جا نشون میده که داره دقیقا همین کتابو به یه خریدار داره معرفی میکنه و اینجا دیگه شما مطمئن میشید که داره چیکار میکنه نویسنده و کارگردان. این یه نکته کنکوریه ها، اینو احتمالاً بدونید خیلیاتون، ولی اگه نمیدونید بگم هر جا توی فیلمی دیدید که یه کتابی داره نشون داده میشه، حالا یا اسمش برده میشه یا حتی اون گوشه تصویر یه جایی یه کتابی هست، بدونید که اون بی‌دلیل نیست، یا از اون اقتباس گرفته شده یا یک اتفاقی در اون کتاب هست که داره بهش اشاره میکنه، یا سرنوشت یکی از شخصیت‌های فیلم قراره شبیه سرنوشت یکی از شخصیت‌های اون کتاب باشه و این معمولاً توی فیلم‌های خوب اتفاقی نیست. حالا اینو تو پرانتز گفتم بهتون. خلاصه من خوشم اومد، بدم نیومد، فیلم خوبی بود. همین که تونسته بود تلاش بکنه توی این وضعیت اسفناک سینمای ایران، تلاش کرده بود که یک بیس مناسب فراهم بکنه، یک بستر مناسب برای داستانش فراهم بکنه، بیاد از ادبیات و از آثار شاخص جهان استفاده بکنه، خیلی ارزشمند بود. حالا اینکه
آیا موفق شده یا موفق نشده، صرفا یک آش شعله قلمکار تحویل داده. من اونقدر اطلاعات تخصصی در زمینه سینما ندارم که اینو بتونم نظر بدم، ولی به نظرم در اشل سینمای ایران فیلم بدی نبود. و اما فیلم آخر که گفتم از همه بهتر و خفن‌تر بود برام، فیلم ویران شده، محصول کشور کانادا، که اصلا همین الان محیطم میخواد سیخ بشه در موردش میخوام صحبت کنم. در مورد یک خواهر و برادر دوقلوئه که از طریق وصیت‌نامه مادرشون مأموریت پیدا میکنن که برن به یک کشوری که احتمالاً توی خاورمیانه است، حالا مستقیم اسم نمیبره اون کشور رو، برن اونجا که زادگاهشونه در واقع، و یک رازی از زندگی مادرشون کشف بکنن. اینا میرن به اون کشور و اونجا در پی کشف این معما هستن و شما هم باهاشون همراه هستین. یه جاهای جلوتر میفتین از اینا، زودتر میفهمین چی به چی بوده، اما اون معمای نهایی موقعی که حل میشه، شما و شخصیت‌های اصلی فیلم همزمان به جواب اون معما میرسید و اونجاست که انگار یک پتک توی سر شما زده میشه. خیلی پایانش شوکه کننده و ویران کننده ای داره واقعا، مثل اسم خود فیلم. فیلم در نکوهش جنگ، در نکوهش تعصب و هر چیز بدی که توی خاورمیانه وجود داره است، ولی نمیاد اینو با چیزهایی که معموله و همیشه نشون داده شده به شما نشون بده. بیاد بگه مثلا جنگ و تعصب خیلی بده، باعث کشته شدن کودکان میشه، باعث اسیر شدن زنها میشه، باعث ویرانی میشه. اینا رو نمیاد به شما بگه. با استفاده از یک استعاره، به نظر من از داستان زندگی یک زن استعاره میگیره و اون بدی و زشتی جنگ رو به شما نشون میده. فکر نمی کنم بهتر از این یک فیلم یا یک اثر میتونست پست بودن، زشت بودن، قبیح بودن و شنیع بودن جنگ رو نشون بده. به یک شکل اینو به شما نشون میده که امکان نداره بعد از اینکه فیلم رو دیدید فراموشش بکنید. من بیشتر از این براتون توضیح نمیدم، چون میترسم هرچی بیشتر توضیح بدم براتون اسپویل بشه. این فیلم اصلا نباید اسپویل بشه. حتما ببینیدش و لذت ببرید و به بقیه آدمام توصیه بکنید که این فیلم رو ببینن. خب این بود کتاب‌هایی که من توی پاییز خوندم، به همراه چند تا از فیلم‌های خوبی که توی پاییز دیدم. خوشحال میشم که شما هم بهم بگین که پاییز چه کتابایی خوندین، چه فیلمایی دیدین، کدوماشو بیشتر دوست دارین و بیشتر با هم توی کامنت ها معاشرت بکنید. مرسی که تا انتها با من همراه بودین و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.